بسم الله الرحمن الرحیم. قابل توجه اتباع داره آموزش 18 با توجه به خبری که در فضای مجازی منتشر شده جهت روند صدور گواهینامه رانندگی، چند نکته رو لازم دونستم با شما به اشتراک بگذارم. نکته اول، مراقب افراد سودجو باشید، چون فقط ثبت نام در اداره گذرنامه و مهاجرت انجام میشه. کافینت و دیگر جاها نمیتونن ثبت نام بکنن و پولی پرداخت نکنید. جهت پروسه ثبت نام شما به اداره گذرنامه و پلیس مهاجرت شهرتون مراجعه میکنین. در مرحله اول از شما انگشت نگاری میکنن، شما رو میفرستن پلیس آگاهی، برگه رو میبرید. اگر سوء پیشینه کیفری نداشته باشید به شما یه برگه میدن، میاد دور اداره مهاجرت جهت روند ادامه ثبت نام. و اگر خدای نکرده سوء پیشینه کیفری داشته باشید که به شما گواهینامه تعلق نمیگیره. نکته خیلی مهم که این اخیراً فضای مجازی منتشر شده، ازدحام جمعیت. این ازدحام باعث شده که روند انگشت نگاری کندتر شود، یعنی روزانه بیشتر از 40 نفر انگشت نگاری نمی شود و ممکنه شما در مراجعه اول به شما نوبت 2 ماه یا 3 ماه بعد رو بدن جهت انگشت نگاری. پس لطفاً صبور باشید تا نوبتتون برسه. حتما جهت ثبت نام گواهینامه اقدام کنید، چون ممکنه این طرح موقت باشه و بسته بشه و بعداً پشیمان بشید که چرا اقدام نکردید. دوستان، نکته خیلی مهمی عرض کردم خدمتتون، خواهشاً دقت کنید، نظم رو اونجا به هم نریزید، با آرامش انشالله کار انجام خواهد شد. با امید خدا این طرح انجام میشه و آرزوی 40 ساله مهاجرین در ایران برآورده خواهد شد. انشالله گواهینامه هاتون چاپ بشه و با خیال راحت و با قانون رانندگی کنید. در همینجا لازم میدونم از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، پلیس ناجا، پلیس مهاجرت و پلیس راهبر و اداره آگاهی که روند توزیع گواهینامه دست این بزرگواران هست تشکر و قدردانی کنم و ازشون خواهش کنم که در روند صدور گواهینامه با مهاجرین عزیز همکاری لازم مثل قبل انجام بدم. دوستان، حتما جهت دریافت گواهینامه لازم برگه تثبیت هویت یا پاسپورت خام از سفارت داشته باشید، چون بعد از قضیه انگشت نگاری تنها چیزی که از شما میخوان جهت صدور گواهینامه یا پاسپورت خام هست یا برگه تثبیت هویت از سفارت. حتما طی پروسه ثبت نام دنبال این تثبیت هویت و پاسپورت خام هم باشید. یا علی مدد.